خب رفقا، برای اینکه اکانت بتونید بسازید 3 تا روش وجود داره. یا اینکه گوگل پلی شما رو یه فردی که خارج از ایرانه، مسترکارد، ویزا کارت یا هر چیز دیگه ای که میتونه گوگل پلی رو شارژ کنه داشته باشه، از اون درخواست بدین که براتون اکانت بخره، از گوگل پلی شارژ کنه، اکانت فارکستر $5 رو پرداخت کنه. یکی این روششه. روش دوم اینه که با گیفت کارت گوگل پلی خودتون رو شارژ بکنید $5 که بتونید پرداختیشو انجام بدین. این روش دومه که خب ریسکیه، احتمال اینکه گیفت کارت بسوزه $5 خیلی زیاده. قبول نمی‌کنم با فیلتر شکن و آی پی آمریکا اینا باید برید، خیلی داستان داره. روش سوم هم اینه که شما به یک کسی که اکانت فارکستر داره درخواست بدین، بگین آقا برای من یه دونه اکانت گیفت کن. اون گیفت کردنم باز رایگان نیست، چون هم بنده خدا هم باید $5 پول بده که بتونه برای شما گیفت کنه اونو. ببینید توکن توکن درون برنامه‌ای فارکستره. اینو ببین زده دیگه، هر 500 تاش $5. برای درخواست دادن چیزم لینک دعوت 500 تا ازتون میخواد. همین $5 که پرداخت میکنید میره برای دعوت شخص مقابل. بچه‌ها بریم سراغ آپدیت های فارکستر. ببینید اول با اون کسایی شروع میکنم که تازه دارم ورود میزنن، اصلا با این فضا آشنا نیستن. اکانتی که میسازن میان تو اصلا نمیدونن چیکار باید کنن، گم این فضا براشون. بچه‌ها اول که شما میای بخواد بعد اول اکانتتون رو قوی کنید. روزانه 20 نفر و 25 نفر رو برید فالو کنید، لایکشون کنید، ریکست کنید، کامنت بذارید، بفهمه که پیج شما زنده است. درست؟ خودتونم حتما پست بذارید. نه خیلی از بچه‌ها رو دارم میبینم مثلا ما براش اکانت گرفتیم ولی میره برای همه کامنت میذاره، خودش یه دونه پست هم نداره. یه پست هم خودت بذار، مردمم بیان برای تو کامنت بذارن، به تو تیپ بدن همونجا. ببینید مثلا یه سری پروفایل ها هست مثل این، مثل دپلویر، این فاندر TNSX، فاندر همه. شما اینو فالو کنی 100% به شما بک نمیده که. این 56k فالوور داره، 800 نفر رو فالو کرده. خب اینا رو نمیگم فالو کنید، اینا رو بعد فالو کنید که آپدیت پروژه ها رو داشته دنبال کنی، بدونی TNSX آیندهش چی میشه، آپدیتی که داده درباره چیه، توضیح میده راجع بهش تو هر پستش. اما مثلا میایم پایین‌تر، بذار ببینیم مثلا این پیج بلدی، میریم تو قسمت کامنتاش ببینیم مثال این من فالوش دارم، من 5000 نفر فالوور داره، 1600 نفر هم فالو کرده. خب این پیج احتمال داره شما رو بک بده. میری تو پیجش، خب فالوش میکنی، لایکش کردم، لایکش میکنی، ریکستش میکنی، براش کامنت هم میذاری. حالا هر کامنتی دوست داری تعریف کن ازش، یا کامنت مثل اینجا مثل اینستا نیستش، کامنت هیت نباید بذاری. بذارید خودتون رو صفر چسبید، از یه پست چرت و پرتی هم دیدی کامنت نظری بهتره، یا یه پستی خوشت اومد برو آقا بگو چقدر عکس قشنگی، نمیدونم آفرین فلان، اینجوری. درست تا اینجاش؟ خب اینجوری پیجتون رو زنده نگه دارید، همیشه فعال باشید توش. این از این. بعدش دونه دونه پروژه ها رو میریم جلو. اولش هم با دیگن شروع میکنیم که دیگه بهترین ترین پروژه فارکستر. ما میایم تو کانال دیگن، ببینید برای این یه مثل سیزن اول دوم ایناش نیستش دیگه. نو الان باید شما 10K از توکنشو قفل کنید، قفل 3 ماهه کنید که بتونید حق تیپ بگیرید. تا اینجاش درست؟ یعنی شما 10,000 تا از توکنشو نگیرید حق تیپ ندارید توش، ولی همچنان میتونید بدون اونم برید از بقیه تیپ بگیرید. تا اینجاش درست؟ خب ببین بذار من برم بدون اول اینو بهتون بگم. ببینید دیگه کانالا مثل قدیم نیست. قدیم یه دونه کانال بود، میومدی یه دکمه داشت اینجا میزدی میرفتی تو، تمام، هیچ کار خاصی نمیخواست بکنی. ولی تو آپدیت جدیدش اومدن یه حرکتی زدن که ممبرای کانالا با کیفیت باشن، هر کسی رو دیگه دعوت نمیدن. شما این بالا همه کانالا همینطوری نیست، مثلا کانال دیگه این بالا درخواست عضویت داره، روی این ریکوست که بزنی شما میتونی درخواستتو بدی، بررسی میکنن پیج شما رو. دیگه خب گفته هر کسی که حق تیپ داشته باشه، قفل کرده باشه دیگه نو میتونه عضو بشه تو کانال ما، مشکلی نداره، ولی طول میکشه تا اون شما رو تایید بکنن. روی این ریکوست که میزنی درخواستت میره برای فاندر پروژه، اون حالا بررسی میکنه، تایید میکنه یا تایید نمیکنه.
پروفایل شما رو. یه سری از کانال‌های دیگه هستن این بالا عکس چیز دارن، همین جوینو داره میزنی میگه فن توکن ما رو بخر، یه دونه فن توکن ما رو بخر که ما بذاریم عضو بشی تو این کانال. یه سری از کانال‌های دیگه پولی شده، مثلا زده 0.2 کانال میم فکر کنم باشه، زده 0.204 اتریوم پرداخت کنی که عضویت اون کانال رو بخری. مثلا سمت اون کانال ها نمیرم. ببین مثلا این دیگه نو میای، بذار من یه فریم پیدا کنم. همیشه خدا همیشه تیپاتون از توی فریما چک کنید. مثلا یه فریم، هر فریمی پیدا کردی مثلا تو فریم دیگه پروژه دیگه رو نشون میده، تو فریم TN100X یا هم تیپی که برای همداری رو نشون میده. مثلا این فریم برای دیگنه، رو get yours میزنیم، حالا بعضیاش استیت زده بعضیاش مای استیت داره، حالا این زده get yours. اونو که میزنی نشون میده پروفایلتو نشون میده سولی ETH. مثلا بذار ببینم این بالا هم می‌نویسه تیپ الاونس، میگه 270 تا روزانه داری، 120 تاش مونده. درست؟ 120 دیگه میتونم تیپ بدم تا ساعت 3:30 صبح. 3:30 صبح تیپ دیگه رفرش میشه. هر پروژه‌ای هم تایم مختلفی داره. خب اینجا دیگه هم یه آپدیت جدید گذاشته، دیگه داره سخت میکنه، اون قیمت توکنش رفته بالا، از خودشون دارن در میان، سختش کرده. شما باید چیز کنید، به 15 نفر ببخشید به یک نفر بیشتر از 15 دفعه توی یک ماه تیپ ندی. حالا این دیگن فنز اومده فریمش رو ساخته جدید نشون میده آقا مثلا با ایتند یه دونه گیونت این رسیودته میگه تیپ دادی، اینجا میبینی ایتند رو میبینی میگه 50 تا تیپ دادی 45 تا تیپ گرفتی ازش. درست؟ یه بار زده، یه بار با هم دیگه رد و بدل کردی. این بیشتر از 15 نباید بشه، این بشه 16 احتمال داره بند بشی از پروژه. بیشتر از 15 بار توی یک ماه به یک نفر تیپ نباید بدی. تا اینجاش درست؟ حالا به دیگه چجوری میخوایم تیپ بدیم؟ خب مثلا این دیگه فنزه، من میام پستشو لایک میکنم ریکست، حالا این اجباری نیست لایک و ریکست کردن، ولی خب یه اصولیه که همه دارن میزنن، شما هم بزنید، ضرری نداره لایک ریکست کردن، خوبم هستش. من میخوام مثلا بهش دیگه تیپ بدم. خب یه چیزی اول بنویسید، هیچ وقت خالی تیپ نزن، نه یا اینجا مثلا بنویس 10 دیگه خالی بزن بره. بیا بهش اگه حق تیپ داری همیشه اول چک کنید، اگه حق تیپ نداشته باشی ببخشید اگه حق تیپ نداری هیچ وقت نده تو اون پروژه تیپ، بند میشی. میای مینویسی آقا هر چی دوست داری بنویس. خب من میخوام بهش 30 تا هم دیگه بدم. هر چی نوشتین مهم نیستش. موقعی که میخواین تیپ بدین مثلا تیپ دیگه عدد رو مینویسی، تعداد تیپی که میخوای بدی رو مینویسی، یه علامت دلاری مینویسی، بعد مینویسی دیگه، همین ریپلای میکنی میره. اوکی. بعد رباتش هم درجا میاد بهت پیام میده تو نوتیفات که بری میبینی رباتش اومد درجا بهم پیام داد 30 تا تیپ دادی 90 تا دیگهش مونده برای امروزت. درست تا اینجاش این دیگه. حالا این تیپایی هم که شما گرفتی هر چقدر باشه، بذار ببینم من اینجا توی بوکمارکام باید داشته باشم، ندارم فریمی که نشون میده چقدر تیپ دارم. هم کسی فریم گذاشته باشه من یه چیز دیگر رو بهتون نشون بدم. از شانس ما هیچی فریم نداشته، منم چون دیگه تو کانال دیگه نیستم بوکمارکام رفته، من پروفایل خودم فکر کنم داشته باشم فریم. خب ببین اینجا میزنیم ببین اینم باز یه فریم دیگه از دیگه نه، اینجا هم همونو داره نشون میده، میگه 90 تا دیگه مونده ازت 270 تا که روزانه داری. 4 ساعت دیگه هم میسوزه، اکسپایر میشه، تاریخش میگذره برای امروز تا. درست تا اینجا
بعد اینجا پوینت تو نشون میده، یه 1192 تا الان گرفتی. من گرفتم. موقعی که سیزن تموم بشه، ماه به ماه دیگه سیزن تموم بشه، این 1190 تا رو من میرم برداشت میزنم، میاد تو کیف پولم. حالا دوست داری میتونی باز قفل کنی که حق تیپ بیشتری بگیری، میتونی نه برداری بفروشی، هر کاری دوست داری باش بکن. این از پروژه دیگه. بریم TN100X. دارم می‌نویسم TN100X، اسمش LP، اسم چنل TN100X. خب میای اینجا، اینم دقیقا مثل دیگه باید هولد کنی، اینم رایگان نیستش. شما باید 250,000 تا، اینجا هم ببین خود فاندرش پین کرده، یه 250,000 تا از TN100X رو باید قفل کن، ببخشید هولد کنی. این دیگه قفلی نیستش مثل دیگه، این که مثلا حتما باید 3 ماه قفل کنی نتونی بهش دست بزنی، نیست. فقط کافیه توی کیف پولتون باشه این مقدار از TN100X 250,000 تا، یا یه دونه از LP NFT هاشو داشته باشی، میتونی بازم حق تیپ بگیری. حالا NFT هاشو که دیگه فکر کنم نمیشه خرید، توی یه سایتی هستش جدید ساختنش، تو سایت اونم NFT مارکت پلیس رولای سومه، رو اون میتونید باز خرید و فروش بکنید، چون میذارن اونجا اونایی که دارن برای فروش، اونجا میتونید بخرید، خیلی گرون در میاد NFT هاش. پیشنهاد میشه اگه میخواید فعالیت کنید هم 250,000 تا رو بگیرید. بعد این TN100X دیگه پروژهش مثل دیگن ماهانه نیستش، این کلیمش روزانه است. هر چقدر که گرفتی همون روز میتونی برداری، یا هفتگی بری برداری، بیاد تو کیف پولت. حالا میخوای بفروشی، میخوای نگهداری، هر کاری بکنی باش. تا اینجاش درست. بعد یه آپدیت دیگه ای هم که داده، فقط دیگه تیپ و تیپ کشی نیستش. اینا من بهتون بگم، مثلا تیپ دادن توی TN100X اینجوریه. مثلا شما هر تعدادی که میخوای تیپ بدی و میای اموجیشو میزنی، ببینم همو میاره اینجا، نمیاره، میت بزنم. آره این اموجی رو باید بزنی. خب این اموجی رو که زدی، یه ایکس انگلیسی میزنی، یه فاصله میدی، هر مثلا تو 1000 تا 2000 تا حق تیپ داری روزانه. مثلا میخوای 20 تا دونه بهش بدی، می‌نویسی 20 اموجی گوشت ضرب در 20. اینو که بفرستی براش تیپ میره، من نمیخوام بدم بهش. اینو بفرستی براش، بهت از اون حق تیپ روزانت داری بهش میدی. اینم از این درست. بعد آپدیت دیگه ای هم که TN100X داره، یه دونه سایت دیگه ساختن به اسم همکستر. شما اونجا میری توکنای بقیه رو خرید و فروش میکنی، از اونجا هم بهت پوینت میده، به غیر از تیپایی که اینجا دریافت میکنی، از اونجا هم بهت پوینت میده. اونا رو هم میتونی روزانه بری کلیم کنی، سایت همکستر. اینم از این. بعد از این پروژه ریره که خب ریر دیگه الان پیشنهاد نمیشه واقعیتش برید توش، باید سیزن اول و دوم می بودی توش، فالووراشو می گرفتی، رنک تو توش بالا می آوردی، چون الان دیگه به رنک بالای 2000 هیچی نمیده. رنکت باید شما هم که تازه شروع به کار کنی توی ریر، فکر کنم رنکت از 7000 8000 شاید بیشتر شروع بشه، تا بیای اونو برسونی به 2000 سیزن تموم شده. به نظرم اصلا فعالیت نکن توش اگه نبودی. خب اونا هم که بودن میدونن سازوکار ری چجوریه دیگه، من اونو توضیح نمیدم بهتون. خب بعد از اون میرسیم به پروژه موکسی که خب این رایگانه، الان هزینه نمیخواد بدی بابتش، خیلی هم پروژه خوبیه، یعنی احتمال داره از دیگن و TN100X و حتی ریر هم خیلی بهتر ازش پول در بیاری. شما چی کار باید بکنی؟ میای اولین کار یه دونه فریم پیدا میکنی. خب اینجا ببین به این میگن اکشن باتن. خب زیر همه پستا هستش یه اکشن باتن، اینجا میزنی یه موکسی، اینو باید اضافه کنی. اگه ندارید اینو، روی این دیسکاور مور میزنی، این بالا سرچ میکنی موکسی، فریم اینو برات میاره، اینو میزنی روش، اد میکنی توی اون اکشن باتنت. تا اینجاش درست. من دوباره برم تو پروفایلم. خب بعد از اینکه اون موکسی رو اد کردی، روش میزنی، یه دونه فریم برات باز میکنه، زده فن توکن، موکسی، پاور، نوتیف.
ما با اینا کاری نداریم. فن توکن میری فن توکن های بقیه رو میخری. منم فن توکن دارم، خودتونم برای خودتون میتونید فن توکن بسازید که خرید و فروش بشه. ما با این کاری نداریم. میایم روی موکسی میزنیم. خب دوباره برای ما 4 تا گزینه میاره. موکسی استور فروشگاه رو نشون میده، به فن توکن ها رو دوباره نشون میده، بالانس کیف پولتون رو بهت نشون میده، چقدر موکسی داری، چقدر قسمت قفل شده موکسی داری، خب همه رو بهت نشون میده. بعد قسمت ریوارداست. ما با این ریوارد کار داریم. این ریواردا روزانه است. من الان کلیم کردم میگه هیچی نداری. فکر کنم 1 ساعت پیش کلیمش کردم. اینا روزانه میتونید، بستگی به فعالیت خودت داره، از 10 تا دونه موکسی تا نزدیک فکر کنم 100,000 تا 200,000 تا تاپ کسترها دارن روزانه میگیرن از موکسی. چه جوری؟ اینش خوبه. چه جوری؟ اونم که گفتم بهتون، اونو کلیم که بزنید همون ریوارد روزانه، اینجا که میری موکسی ریواردو که میزنی همون رو روزانه کلیم میکنی میاد تو کیف پولت. پول نقده، همون لحظه میتونی بفروشی، هر کاری دوست داری باش میتونی بکنی. خب ببین یه دونه شما فار اسکور داری، یه دونه فار رنک داره. ببین این مثلا فار اسکور منه، این فار رنک منه. ببین مثلا هر یه دونه لایکی که من به بقیه میکنم، این فریم حتما پیدا کنید چک کنید خودتون. هر یه دونه لایکی که من به بقیه میکنم 1/10 موکسی میده. هر یه کامنتی که براش میذارم 4/10 موکسی بهش میده. هر یه ریتوییت من، ریکست من 8/10 بهش میده. هر یه ریپلای که من یعنی ریپلی بکنم براش 1.5 بهش موکسی میده. حالا من رنکم خیلی باله، رنک من 2300. این هرچی بیاد پایین تر بیشتر بهتون میده. خب ما بریم تو کانال ایرستک یه دقیقه بهتون بقیه رو نشون بدم چجوری باید موکسی بگیرید. میاد اینجا مثلا این ببین نوشته مای رنک، این از من خب بالاتره، این چیزی نمیده اصلا. بخوای لایکش هم بکنی ببین لایکش 1/100 میده، یه ریپلایکش 700 میده. به کار ما نمیاد. میخوام بهتون توضیح بدم. میایید اینجا ببین مثلا یه فریم هست زده این شخص از اینا موکسی گرفته برای امروزشه، زده دود یه دونه از تاپ کستراست، 175 تا از دود گرفته موکسی، 113 تا از این گرفته، 81 از این گرفته. نیازی نیست بهتون اینا تیپ بدن ها. فقط کافیه لایک و ریکستتون کنن، لایک کنن، کامنت بذارن براتون که موکسی بگیرید. میایم پایین تر، بذار یکی که رنکش بالا رو بهتون نشون بدم. مثلا این رنکش 1000، همون بالاتره. خب یه ریکستش 3 تا موکسی بهتون میده. خب ما میریم چیکار میکنیم؟ میریم اینا رو لایک ریکست میکنیم، یه کامنت براشون میذاریم. مثلا من میخوام بنویسم براش رنگ آپ، هر چیزی دوست داری میتونی بنویسی. این طرف آدم درستی باشه، شیر ننش خورده باشه، اینم میاد برای شما لایک و کامنت میکنه که ازش موکسی بگیرید. من الان اینو لایک کردم، ریکست کردم، کامنت گذاشتم، تقریبا فکر کنم 2-3 تا دونه بهش موکسی دادم، از طرف من رفتش. اینم میتونه در قبال همین بیاد به من همین حرکت رو انجام بده. اینا رو همه رو جمع میکنی، یه بارم نیست. این روی 10 تا پستتون تو روز بیاد لایک کامنت بذاره، از همین فقط 100 تا میگیری. درست؟ اینم از این. بعد حالا اون موکسیایی که جمع کردی رو میای چیکار میکنی؟ میتونی بفروشی، بزنی به زخم زندگیت هر چی در آوردی، یا میتونی روی آیدیت سرمایه گذاری کنی. چه جوری؟ میای تو قسمت پروفایل دوباره، حالا هر جا میتونی این اکشن استفاده کنی، یا من رو قسمت پروفایل میزنم. میای موکسی رو میزنی، دوباره انتخاب میکنی، میای تو قسمت پاور. اموکسیایی که جمع کردی را خودت پول نذاری وسط، اموکسیایی که از بقیه گرفتی میای روی این پاوره میزنی. نتم اگه یاری کنه باز شه. خب ببین یه باین لوک میاره برات، یه لوک میاره. این باین لوک اگه فن توکنی نداشته باشی، از فن توکنی کسی رو نخریده باشی، باید از این استفاده کنی که بری هم بخری هم قفل کنی. اگه فن توکنی رو داری
ولی قفلش نکردی هنوز، اون به کارت نمیاد که اون قفل اون خریدی همینطوری مونده، هر موقع بره بالا میتونی بفروشی. ولی پیشنهاد من اینه اگه فن توکنی رو که خریدی بیا روی این لوک بزن، فن توکنایی که خریدی رو اینجا بهت نشون میده، همونا رو وردار قفلش کن. مثلا نشون میده اینجا از فن توکن موکسی کانال من 1/10 ازش دارم، 1/10 ازش خریدم، هر یه دونه واحد کاملش هم 14,000 تا موکسی میارزه. خب من اینو خریدم، مثلا فن توکن لستو من میخوام برم برای لستو قفل کنم، من 2 از فن توکنشو دارم. خب روی این لسته میزنم، خب تعدادشو میزنم، مثلا 2 تاشو، ولتو میزنم، من ولت من رو سیستم بالا نیست هستم، ولت رو ندارم روی این سیستم. اینو که بزنی میره تو ولتت، اگه فن توکنشو داشته باشی میره توی ولتت، تراکنشو تایید میکنی، یه اپرووی میکنه اون فن توکنو، بعد دوباره بعد از اپروو کردن یه تاییدیه دیگه میخواد ازتون، تاییدیه دوم انجام بدید این قفل میشه. فار رنک شما این فار اسکور شما میره بالاتر، هرچی این بالاتر باشه تعداد این موکسی که به بقیه میدین بیشتر میشه. شما مثلا فریمت هر یه دونه ریپلای که میکنی بشه حدود 10 تا موکسی، طرف از خداشه شما این فریم رو بذاری تو کانال ایرستک حمله میکنن زیر پستت، به خاطر اینکه از خداشونه تو یه لایک و کامنت کنی و بهش 10 تا کامنت 10 تا موکسی بهش بره. به خاطر همین تعداد نفراتی که با تعامل میکنن بالاتر میره و تعداد موکسی که جمع میکنی هم باز بالاتر میره. همینه، آپدیت های فارکستر فعلا ایناست تا ببینیم دیگه چی میشه. بچه‌ها یه گزینه هم آورده جدید، امروز تازه اومده رو آپدیت جدیدش، میتونی توییترتون رو کانکت کنید بهش، ولی فعلا وصل نکنید، چیزی که جدید میاد و درجا نزید اولین نفر استفاده کنید ازش، بذارید ببینیم آقا شاید این مشکل داشته باشه، شاید مثلا یه توییتری رو وصل کنی بهش توییترت ساسپند شد، ببینیم میتونیم عوضش کنیم در آینده یا نه، یا مشکل ساز نشه. این حرکت رو نزنید تا ببینیم چی میشه دیگه. آپدیت های دیگه نیستش. اگه سوالی بود بازم بپرسید. خیلی مخلصم.